کرونا ویروس یا خود ویروس تاجدار گروهی به هم از جهت ارثی نزدیکی ویروس ها می باشد که از حیوانات به آدمان می گذرد. گاه چنین سرایت به نشان می گذرد، گاه به شکل شمالخوری نظر ناگیره. تاج ویروس آخر سال 2019 از جمهوری مردمی چین برآمده روز از روز به کشورهای دیگر پهن شده ایستاده است. ویروس امروز به بیش از 100 دولت جهان پهن گردیده است. پس از چین کشورهای نگران کننده کره جنوبی، ایتالیا و ایران می باشند. شماره سرایت یافتگان در جهان نزدیک به 100,000 نفر رسیده است. شماره فوتیدگان نیز همه‌روزه روی به افزایش است. روی گزارش این بیماری این البته هوای قطرگی می باشد. هنگامی صحبت کردن، هنگامی عطسه زدن، سلفیدن می تواند از شخص بیمار به شخص سالم گذرد. در رابطه با خبر آوازهایی چند روز قبل در سامانه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی عاید به سرایت کرونا ویروس که گویا در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور در سامانه رسمی خود نوشته است: به سمع شهروندان کشور رسانیده می شود که خوشبختانه تا امروز در کشور سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. چند روز قبل بعد آوازهایی که در اینترنت پخش شد، مردم کشور به واهمه داده شده به بازارها برآمدند. آدمان محصولات های آذوقه نیاز اول را ذخیره می‌کردند. رستم بریبایف، معاون سرطبیب بیمارخانه کسلی های سرایت کننده شهر خوجند گفت در حالت به قید گرفتن ویروس تاجدار، گرفتار شدگان به بیمارخانه کسلی های سرایتی آورده می شوند. در بیمارخانه کسلی های سرایتی شخصانی از خارج کشور داخل شده در معالجه قرار دارند. حالا موقتا بیماران بیمارخانه مذکور به طبابتگاه جماعت اونجی انتقال داده شده است. در جمهوری تاجیکستان همه چاره‌هایی که برای پیشگیری بیماری کرونا ویروسی به پررگی تطبیق کرده شده ایستاده است و هر یک شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان عایدی معاینه و نظارت آن شهروندان جمهوری تاجیکستانی که از دیگر شهرها وارد گشته ایستادند پر همه کاربری‌ها شده ایستاده است. کمیته دین جمهوری در سامانه خود نوشته است: جهت پیشگیری و امین نگاه داشتن شهروندان از احتمالیت سرایت یابی به کرونا ویروس از نمازگزاری دست جمعانه در مسجدها از جمله مسجدهای جامع 5 وقته و جماعتخانه ها به استثنای نماز جنازه موقتا خودداری کرده شود. سنه 27 فوریه عربستان سعودی دادن روادید را برای حج عمره به زیارتگاه های مقدس اسلامی نیز نگاه داشته است. موقتا نمازهای جماعت و جمعه باز داشته شده است، زیرا جمع آمدی که در دیگر جایها می شود مردم مثلا با یک در مسافه معین می ایستند، لیکن در مسجد همه در یک صف جفس می ایستند، کتف به کتف می ایستند. غیر از اون همه برابر سجده می کنند و اون نفری که خدا نگه دارد اگر بیمار باشد و سجده کرده باشد به جای اون دیگر آدم سجده کند، البته تاثیر اون میرسد. سازمان عمومی جهانی تندرستی اطلاع داده گفته است تنها 3 از 4% سرایت یافتگان به این ویروس می‌افتند. این هم به ایمنیته شخص و اراده او وابستگی دارد. شما می توانید راه‌های پیشگیری از این ویروس را در یوتیوب کانال ریز نو تماشا کنید.